سلام و درود به پایان با کلی مردم سربلند تاجیکستان عزیز. امروز خواستم یک نوار کنم. مخلصا میگن بابا فقط بیاگوموس کرمای کالیفرنیا میگوید امی دیگه قصه نمیکنی، یکم قصه ای سرگذشتات قصه کن. پاولونیا میگوید چی قدری که ما نوار میکنم، چی قدری که درباره بیاگوموس و کرمای کالیفرنیا گم بزنم، باز هم سوالا بسیار میشود. خوب گوش نمیاندازن، نمیدونم. خیلی که امروز ما بیا درباره کرم، درباره بیاگوموس گپ نزنیم، درباره سرگذشت خود، درباره چی خیل دوره پیش ما زندگی میکردیم، چی خیل عمر رو گذروندگیم. اصلا جای تولدی ما در همین دهه پس قلعه، همینجا من تولد شدم، بابایا آمدم، 62 سال شد من اینجا کار فعالیت میکنم. خیر رشته سخن رو دراز نمیکنم. برادرانی قندم، همین تجهیزاتی که میبینین، این تجهیزات بسیار تجهیزاتی به من مقدس است. این در دوره جنگ‌های شهروندی چنان هم خدمت کردگی ای با ما ایروی صاحبی نان شدگیم، نان خوردگیم. خب شما یک چی نظر کنید، من همین کلیسای همین نگاه کنید چقدر قدیمترین نگاه کنید چقدر قدیمترین است. بخشیش که جوانای محترم گوساله همونجا واسه داره، وقتی گوجوشی شده ما نوار کردیم. خیلی خشلوق همیه گوساله واسه میکنه و پودا میره و بز واسه میکنه و یک گودک وای میکنه و خیلی خشلوق هایی. من چیز خیلی ایستینی در همین خشلوق وای کردم، نوار کردم. من اینجا ده خب کمتر به شما روشنی اندازم. اینجا ده باید سیتکه موندگی بود، کراوود موندگی بود. اونجا همون آدمی که وای میکرده بولوش ده گندم درزه گندم می پرتافت، یک محکم کردگی بود، روش هم خیلی محکم کردگی بود. چون هم چنگ خواب میشید، ممکن یک 50 ساعتی ای بیگه تا سحر هم میزدن. مشکل بود، نه که کار میکردن، یک نان میفتن میخوردن. اینجا ده همین خیلی مثال تجهیزات ها بود. برادران قندم چندین بارشید فرزندان میگن که پدر میگن آخی چی در کارمی، این چی قدر مثل کهنه شید، چی قدر مدلای نوش پیدا شید، آخی چی ایره تمام کرده. ما محتاجی نیستیم. من دیلم نمیشه که همین وقتش ده ما روی این نان خوردگیم ایره مثل با متالون بسپاریم. بسیار چیزی خوبه. من اینجا ده باید دیشله داره، این خیلی دیشله دردمی مثل تمام ماشینا معده را میبندی میگیری میروی. خاطر رسان کنیم که ریمند موتور قطعه، موتور سه فازه میرفتیم سیتوای همگی 30 سامان در ما کیفتنسه میگرفتیم. میگفتم برین کار کنه. همون دورادم هوایی رم رحم داشتن، میگفتن که برین کار کنه. 30 سامان کیفتنسه تیم میومدن، کیفتنسه دارم تمام کار کردم، کار میکردیم. ماهاش قطعی سیزون تمام میشد. 30 سامان قطعی شکرانه باید کرد. برادران قندم خیلی با تجهیزات های نو برآمده است. بسیار پیشروی شده است. نکیره من میمونم میست خدا خواهد میبینم قوت دیل مایم خیلی وقتم خوش میشوه. برادران قندم من اینجا ده های کمتر دهقانی های من اینجا کدوکا هستن. من کدو رو نوار که من اینجا کدو دیدی کدو هستن. من اینجا کدو برآمده. کدو خیلی کمتر مهنت کرده. یک کدوکش میگیریم میبریم خیلی کنه. کدویی که برادران قندم کدوی هستن که بخشش که هم گوساله هم خواست داره که خیلی مایل شده. خیلی قشلاقه یخی برادران چیکار کنیم. قشلاقه گوساله واسه میکنه، گودک واسه میکنه. اسنا نشونته یا زمین رو نشونته. من زمین رو نشونته. من oğlan nişonte. Hamu gusala vaaz dora kula gusala nişonte. Hay guş gakı. برادران قندم کدو معجزه حضرت یعقوب پیغمبر اما علما میدونن و یا نقل میکنن. این کدو را
کدو برادران قندم دوره جنگ شهروندی ده اگر ایق کدو می داشتی یک هفته خوراکه بود. برادرها یاد دارم کدو را نمیافتیم. جنگ یک نحسی دارد، یک کثافتی دارد، یک قیمتی دارد، یک قحطی دارد، یک گرسنگی دارد. جنگ باور کرد وقتی که جنگ همین جنگ کلمه جنگ به همین به خیال میرسه وجود ما لرزه میگیره. لعنت به آدم جنگ انداز، لعنت به همون آدمی که جنگ میخواهد، لعنت به همون انسانی که آرامی را خلالدار میرساند، لعنت به او. جنگ در کار نیست. جنگ ما دیدگیم. جوانای محترم شما افسانه میگه جنگ ما دیدگیم، گرسنگی را ما دیدگیم. یه روز عبید نکه چی خیل میشه؟ دو روز سه روز ما اوقات نمیافتیم بخوریم. کدو من همین کدو را اگر کدو میافتیم همین کدو را میافتیم 2 کیلو ارد میافتیم، 2 کیلو سبوس میافتیم کو اون روز به ما توی بود. کدو رو چیکار میکردن؟ کدو رو میگرفتن مادرها، من مادرام هستن کمپیراکا هستن، میگرفتن تراشا قطی میتراشیدن ملحم میکردن، قطی ارد سبوس قطی میشوریدن یک گرد ارد در این میشوریدن. دخوفکه در گیجا بود، دخوفکه نبود برادران عزیز، برادران قندم دخوفکه ترکی و ایرانی در گیجا بود. در دوره جنگ دخوفکه بود، دخوفکه نبود. میرفتیم بازار اوستاها خودشون سمدل دخوفکه میکردن. آدمی با دورندش دخوفکه میکرد، دخوفکه میخرید. ما میگرفتن مادرامون من خیلی لعلیو کلانده کدو را قطی ارد قطی سبوس میشوریدن، بالای همون لعلی ده میموندن، درونی همون چهلک یا دگدان ده میموندن، دم میدوختن مجدد کردن میستودیم. کی نان میشود، نانی با کدو میخوردیم. نبود برادران قندم. این نعمتی که خداوند به ما داده شکرانه باید کنیم. کدو را حاضر نگاه که کدو را حاضر قشلاق ده گوار را میتیم. خد در شهر مردم شهر کدو را چقدر طعامات تیار میکنن. برادران قندم چی گفتنی هستم؟ قصه ها بسیارن. گفتنی هستم که باید ما برای آرامی تاجیکستان عزیز، برای سرسبز و خرم شدن تاجیکستان عزیز، برای ترقیات تاجیکستان عزیز باید کمر همت بندیم. کدامه که طرف جنگ ای سر کردگی ای همسایه ای برادر ای دیگه مثال دولت ها ای دیگه چیزی که چشم علا میکند مشتی آبدار خواهیم زد، چشم نمیکنه میگیریم. ما طرفدار جنگ نیستیم. سر کرده ای درون قشلاق تا مرزبومی تاجیکستان عزیز در خاطر دارین. کسی که باز هم تکرار میکنم طرفدار جنگ است، طرفدار ناآرامی هست، طرفدار فکرای بد است، طرفدار چشم علا میکردگی است. گفتم چشمکش هم میکوبه میگیریم. کسی جنگ میکنه، کسی نسبت تاجیکستان یک گپی پست بلنگ میزنه ما نمیگذاریم. لیچ نما هم خیلی میستم، هم کتیف با کتیف ما همین قشون های تاجیکستان عزیز میستم. کتیف با کتیف کسی که جنگ میخواهد، کسی که چشم علا میکند، باز هم تکرار میکنم چشم کوفته میگیریم مشتی آبدار میزنیم. ای قشلاق سر کرده تا مرزبون. برادران قندی من، جوانان محترم، کمتر ما با احساسات داده شدگیم. خدا نگهبانتون شود. قصه ها بسیارن، ناتوغری همی گرم ناتوغری بیارم هم کمپیره که همین خمیر کرده بود، خطی همین وای بسته بود، نان بسته بود، نان تقسیم میکردش داد میکرد، نان تقسیم میکردیم. ایشای کات، ایشای اوتات، ایشای اوچات، ایشای نویرات، ایشای بچات، ایشای تقسیم میکردیم. یک کلین نویرات تقسیم میکردیم. شکرانه میکردیم، میخوردیم. شکرانه کردن در کار، شکرانه باید کرد. برادران قندم، خداوندا مردم سربلند تاجیکستان عزیز ما را در گیجایی که باشد، در کدام کره زمین باشد، مرا ای افسر زنگ میزنن، مرا ای آلمان زنگ میزنن، مرا ای دیگه جو زنگ میزنن، که شویتزر زنگ میزنن، همین خبر میکنن. همه تاجیک‌ها در همه جا. خدا تاجیکستان در تمام کره زمین باید
سربلند باشند، باید پولدار باشند، باید گپزن باشند، باید انم خیل سری بلند قتی گپ زنند در تمام کره زمین. خواهان آنها هستیم که دائم سربلند و آبرومند باشند و باز هم خدمت مادر وطن اجرا کنند، باز هم به وطن باویگی و اجدادشون بر بگردن، آباد کنند، خوشی‌های زندگی نصیب روزی ما بگردن. الله اکبر. برادران قندمند،